قفو را بلندتر کنی پیش پستر Hocam pasta. Dikkatli buraya. Pasta. Babolu mu? آه بولو کن Pasta. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. همیشه دعا شد دعا کن پروردگارا پدر و مادر من مغفرت کن. همچنانه که آخه من خرد بودم اینا مرا کلون کردن اینا مرا آدم کردن. اگر هم پدر و مادر نمیشید ای کجا به این درجه و منزلت میرسیدی؟ جوان سر از راه مادر بتافت. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را قصه میکنه. جوان سر از راه مادر بتافت دل دردمندش به آذر بتافت. یک جوان میگه یه روز مادرش چی کارش میفرمه که سرکشی میکنه گوش نمیکنه. آقا دیگه مادر از زورش نرسه که برای یه شپلوقش بزنه. این سلمه ترگیل دیگه بزبله شد است که زوری مادر نمیرسه. چه بیچاره شد پیشش آورد مهد که ای سست مهری فراموش عهد نه در مهد نیروی حالت نبود. کمپین وقت دید که گپش گوش نمیکنه و سرکشی داره اطاعت نمیکنه پیسان نکرد است مادر همون گواره را که کلان کرده بود همون گواره را گرفت آورد. آخه این مادر نسبت فرزند هم که محبت داره که همون گواره که بچه‌ش کلان کرده اون نمیپرتوید. اگر چند هر کلونه که زود ببینه براش یک گواره نو میارن نه که همون که نگاه میکنن. میگه همون گواره را در دستش گرفت آورد که ای سست مهری فراموش عهد نه در مهد نیروی حالت نبود. مگس راندن از خود مجالت نبود. گفت پیرخر تو همون اینستی که در همین گواره خواب بودی پشه را ای خودت راندن نمیتونستی خودت تازه کردن نمیتونستی احتیاج به من داشتی. تو آنی که از یک مگس رنجه‌ای که امروز سالار و سرپنجه‌ای. تو همون شخصی هستی که یک پشهک آزارت میداد اما را دور کردن نمیتونستی. اگه امروز قوت یافتی و امروز با قوت شدی و گردنت غوث شد امروز دیگه مادر برای تو هیچی نیستی. به حال رسی باز در قعر گور که نتوانی از خویشتن دفع مور. به حال رسی باز در قعر گور که نتوانی از خویشتن دفع مور. ولی با به حال میرسی که کرمای لحد بدن همه خرن دیگه از دستت کار ساخته نمیآید. برای همین سعی کنه برادرای عزیز این پدر و مادرها برای شما را به خدا قسم یا نعمت الهی هستند. خداوند یا امتیازی بزرگ برای همون کسایی که پدر و مادر را در یافتیان دادگیان و خدا برکت بده. قاری علی جان ما را برادراشا که همین امانت بالای چشم سر نگه داشتن خدمت مادر را کردن دعای مادر را گرفتن. سحر تلفنم کرد قاری علی جان آب دیده قطی گریه قطی ببینید در بیشین سال که مادر ترک میکرده عالم فانی را بدرود گفت به عالم باقی رفت دوبلا ده حقش دعا کرد. ببینه الله اکبر. همین فرزند خوب صالح همیشه ده حق مادر میسوزه. انشالله من یقین دارم که همین خدمت هایی که کردن این دعاهایی که گرفتن اینا هرگز ضایع نمیشوند. خداوند سربلندی و سعادت دنیا و آخرت نصیب شو میگردونه. من یقین دارم که همین خیلی که خدمت مادر را کردن انشالله از فرزنداش همین خیلی خدمت هم میبینن. پروردگار مادر رحمت مغفرت کرد. خداوند به خاطر ایمانی که به ذات پاکی تو داشت به خاطر محبتی که به حبیب محمد صلی الله علیه و سلم داشت به خاطر آنکه فرزندای صالح سالم محیب خادم شریعت تربیت کرده و کمال رسونده است. پروردگار فردا روز قیامت همراه بیبی خدیجه کبرا و بیبی عایشه و بیبی فاطمه محشورش بگردان از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردارش گردان. از دیدار به مثالت پروردگار رو در جنت نصیبش بگردان و با فرزندا و پیوندا و قوم در این مصیبت یک صبر جمیل را ارزانی دار و خداوند خدمت‌های فرزندای این مادر برای دیگران را درس عبرت قرار ده. برای او کسایی را که پدر دارن یا مادر دارن یا خدا دو دستش که هر دش در پیش هستند که تا جای میتونن خدمت مادر کنن خدمت پدر کنن دعای پدر و مادر را بگیرن
انشالله به دعای پدر و مادر تعالی انسان همراه پیغمبران محشور بگردونه. اللهم اغفر لها وارحمها واكرم نزلها ووسع مرقدها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وادخلها الجنه واعذها من عذاب القبر وعذاب النار. رب العالمین. برادراش و فرزنده و پیونده و قوم ها اظهار تسلیت بیان میکنیم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را داریم که خداوند مادر رحمت مغفرت کنه. مادری را که قاری 2007 بود والله اعلم ما یک جویه بودیم در موسم حج، یک جویه بودیم در گروه من بود. همه حاج شهاب الدین همراه مادرش، همه از اهل صالحایی که 5 وقت نماز در حرم میخوند. زنی که از ساعت 3 سحر بیدار میکرد، حاجی‌ها را بیدار میکرد. او زنکو در اوجا خصوصا تنبل میشوند. همه یا برده بار که راه گشتن دیگه ای پا میزنن میخیزون چون که بیایی بخیزی بریم نماز شب دای رو کنیم. انشالله چنین مادر با جواری رحمت پروردگار واصل میگرده. کسی را خدای تعالی داده باشه همه خیلی مادر میته. مادری که فرزنده را سبب هدایت شوشه و هدایت ارشادی، مادری که فرزنده را به خدا نزدیک کنه، مادری که از خورده فرزنده را با خدا و پیغمبر آشنا کنه، از این دیگه نعمت بالاتر و بالاتر تصور کرده میشه. حقیقتا فرزنده به خیلی مادرها افتخار میکنه. یک شخصیت بسیار بزرگی در اسلام گذشته است با نام شیخ خواجه عبدالله انصاری. این شخصیت پیری هرات میگفتند. پیر نبود، یعنی پیری طریقت هرات. هراتی که در همون سال زمان یکی از مرکزهای بزرگترین علم فرهنگ دین اسلام بود در جهان، پیری هراتش میگفتند. همین قدر شخصیت بزرگ شیخ الاسلام در علم شریعت، عارف ربانی در علم طریقت، کتاباش در عالم اسلام مروج شده و مشهور هستند از قبیل همین منازل سائری داشت. حضرت یک مادرش حیات بده است، در یک محفل زنانه میشینه، زنها میگن که مادر خشا به حالت، تو باید افتخار کنی به چنین فرزنده. این فرزند در که مردم از هزارها کیلومتر به زیارتش میآیند، مشکلاشون میان در نزدش حل میکنن. خیلی مقصد که خدای تعالی نعمتی بزرگ داده است چنین فرزند در مشرفت گردون. مادر گفت شما خطا میکنی، این فرزند باید افتخار کنه و خدا را شکر کنه که پروردگار براش همین خیلی مادر را نصیب روزی گردونده است. یک مادری را که من از وقتی که نکاح کردم پدر ای را گرفتم، در زبانم دشنام حقارت نبرآوردم، هرگز لقمه شبحناک نخوردم، لقمه حراموس بستم، تلاوت قرآن میکردم. از وقتی که به دنیا اومده است تولد شده است در بالای سرش فقط قرآن تلاوت میکردم. جای اما الله و شعرگویی من آیت قرآن تلاوت میکردم بالای سرش. این فرزند اول شخصی که نام الله در زبانش انداخت من هستم، نام محمد صلی الله علیه و سلم در زبانش انداخت من هستم. اولین معلمش منم، خط قرآن خودم تعلیمش دادگی میرم. ولی من این فرزند امید زیاد دارم. در حیاتم هیچ وقت پای به طهارت پیستون در دهنش نموندم. حالت جنابت او سبسته، پای به طهارت پیستون من میگه در دهنش نموندم. این فرزند ولی من امیدای زیاد دارم. امید دارم که انشالله این فرزند از این بزرگتر و بالاتر شود. اما این فرزند باید به من افتخار کنه. حق هم دارم مادر. با خدا قسم همین تاریخ ببینه کجا یک جوان مرد، کجا یک شیردیل، کجا یک عالم، کجا یک قاری. همین مادرای بغیرت به همت دارن، مادرای بناموس دارن که ابو فرزندا را در همین راه تربیه کردن. لقمه حرام نخوردن، لقمه شبهناک نخوردن، با لقمه حلال زندگی کردن که او فرزندا فرزند شدن. ولی بعضا شکایت ها میشنوی اوخی وقتا ما حافظ داشتیم، سعدی داشتیم، این قدر بزرگا بودن، مولانا بودن، چی به نمیزاین این زنکا همتری فرزندا را. برای خیلی فرزندا شدن هم خیلی مادرها باید باشند. شیر مردان از شیر زنا میشوند. خشو به حال فرزنده که خداوند همین خیلی مادر را داده است،
مادر با قدرشناسی میکنه. این قدرشناسی مادرم به خدا قسم کاری هر کس نیست، کاری هر بز نیست. خیرمن کوفتن گاوی نر میباید مردی کهن. اما من قصد داشتم که خوریالی را سوال کنم که حاجی شهابالدین می اومده باشه، دیرو میکرده باشه. میام که پیش خوریالی شهابالدین اومده است، دیرو کرده است اومده است. سبحان الله. حقیقتا مادرها در ذمه ما حقها دارند. همین فرزنده که اگر تمام عمر خدمت مادر کنه، باز همین ساعتایی که مادر دیاتش میزنه افسوس میکنه که ای کاش که وقت ما زیادتر قطعی مادرم میگذروندم، ای کاش که جای همو گپای بیهوده و سخنای بیهوده و لغو میشیدم پیش مادرم صدقه و بندش میشیدم. همین مادر هر قدر سخنی خوب بگوی، هر قدر تملق کاری کنی در پیشش، با خدا قسم هم قدر خدا را خوش میآید. زیرا مادر حق داره، خاصتا مادری مؤمنه باشه، مادری با تقوا و با توفیق باشه. در موسم حجت الوداع حضرت صلی الله علیه و سلم ناگاه متوجه شد که در وقت طواف خانه خدا یک مرد در پشتش یک سبت های. با نصیحتش کرد که مچم این سبت نمیمونی یا جو آخر هم سبب مزاحمت خودت میشوه، هم مردم آزار میتی در وقت طواف خانه خدا. میگه گفت که یا رسول الله مادر مای وقتی شنید که شما قصد سفر حج داره آرزو کرد، گفت که کاش که من پا داشتم راه گشتم میتونستم در رکاب پیامبر صلی الله علیه و سلم خانه خدا را زیارت میکردم. اگه از بس که مادر از تولدم کرده است، تربیتم کرده است، به همین خاطر میگه منم از بس که راه گشتن نمیتونه اینم ثبت درست کردم. پشتوره در سر حرقم میگه از مدینه منوره به همین مکه را آوردمش. حاجیان میدونن قریب مسافه 500 کیلومتر راه در روی اتوبوس آدم مونده میشوه. خدا میگوی که تستر به کی میرسیده باشه. اینا توافش داده است یا رسول الله. آیا من همین حقی را که همین مادر در ذمه من داره ادا کردم؟ حضرت گفت لا والله ولو بزفرت واحده. نگفت قسم به خدا حالی تو همون یک آهی را که مادر کشیده است، یک همین آهی که در سر گواره تو گفته است، تو همون را ادا کردگی نیستی. الله اکبر. این مادر نه خیلی قدر قیمت داره. حضرت صلی الله علیه و سلم مرد اومد سوال کرد، گفت یا رسول الله همین پدر و مادر در ذمه ما چه حق دارند؟ چه حق و حقوقی دارند؟ حضرت گفت هما جنتک او نارک. این پدر و مادر برای تو یا جنتت میشوند یا دوزخت. پدر و مادر در خانه فرزند صالح کلید جنتشان، اگر به شرط خدمتشون کنه، اگر دعاشون بگیره، اگر رضایت خاطرشون به دست بیاره. زیرا رضا ربی فی رضا الوالد، رضای الله در رضای والدین و سخطه فی سخطه. انا خشم و غضب الله هم در خشم و غضب والدین. اما اگر خدای نکرده پدر و مادر آزار داد، رنج داد و پدر و مادر خودش قهری کرد، ناپسندی کرد، این شخص به یقین بدانه که پروپوس که دوزخ گرفت. خداوند از جنت محرومش میکنه. اگر همین شیخ باشه که تمام عمر سر سجده پروردگار نبرداره، همه شب تا صبح در عبادت باشه، همه روزها روزدار باشه، اگر پدر یا مادر از او راضی نباشن، به خدا قسم جنت داخل شدن او سمیسته. از بوی جنت که از مسافه 500 ساله راه استشمام میشوه، خداوند از بوی جنت او را محروم میگردونه. الله اکبر. این است قدری پدر و مادر. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. الله ذوالجلال در قرآن عظیم شان تاکید کرده است که پروردگار به شما بنده ها امر کرده است که فقط و فقط خدا را عبادت کنه و بعد عبادت خدا و خدمت خدا در حق والدین احسان کنه. خدمت پدر و مادر را به جا بیاره، در حق پدر و مادر نیکی کنه. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر خداوند تو را دادد این نعمت که در وقتی که بزرگ شدی، امکانی کار کردن پیدا کردی،
امکان خدمت پدر و مادر را انجام دادن خداوند برات فراهم آورد. وقتی خدمت پدر و مادر را میکنی در وقت خدمت خردترین ملامت همین اوف نگو. اگر همین اوف گفتی و پوف گفتی با یقین بدان که خدا از تو راضی نمیشه. ولا تقل لهما اوف. همین اوف چیه؟ مقصد یک کار کردی اندک بفرجی اوف میگوی. الله اکبر. در پیش پدر و مادر نشانته که من بفرجیدم، من مانده شدم، من خدمت ترا کردم. یک مینتای میکنیم، یک طعنه‌های میزنیم. خدا پناه بده. شاید یکی همین سببای کثافتی هم یکی به قدر همین پدر و مادر جوانو نرسیده سیان. سبحان الله. واخفض لهما جناح ذل من الرحمه. همین چی خیلی که پرنده کبوتر چوجعکاشا در زیر قناتش میگیره، میگه پدر و مادر الان تا در زیر قناتت بگی. در خدمت پدر و مادر شب و روز باید قایم و استوار باشی. وقتی عبدالله ابن عمر بزرگ شد، مردکی کلان شده بود، میگه نزدش می اومدن که یا صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان وصیت در زندگی و حیات بکنمون همیشه تاکید میکرد. میگفت اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. سحر وقتی از خواب خستی منتظر بگاه نشو، شاید در طول روز خداوند متعال جان تو را قبض کنه. و اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. بگاه وقتی که خونت اومدی شب انتظار نشه که ولی پگاه شو فلان میکنم و فلان میکنم. آماده باش، شاید که خدای تعالی اجل تو را مقدر کرده باشه در همین شب جان بتی. یه بچه با چشمای خودمون دیدیم، خیال میکنن همه مردم میدونن ایرا آدمای سالم و تندرست که که میزنن تلخون میکنن، همین در یه لحظه با یک پوف جانشو میبره میره. اوکی آدم دم میگن. غیر پروردگار کسی نمیدونه که همون ساعت اجلی هر کدوم ما و شما کیه. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. هیچ شخصی نمیدونه که همین پگه با او چی واقعا رخ میده. و ما تدری نفس بی ای ارض تموت. و هیچ انسانی نمیدونه که در کجا میمره، در چه حالت میمره. پس مسلمانی حقیقی کسی را میگن که آماده هست، همیشه تیاره. همین ساعت اجل کشید تازان و شتابان به سوی پروردگار میروند. حضرت مولوی میگه هیچ مرده نیست پر حسرت زی مرگ، حسرتش زان است کش کم بود برگ. یگان مرده غم نمیخوره ای مرده، اوی مرده حتی رفتند رویم باز آیند روند. همین غم و مصیبت مرده فقط در چیه؟ ای کاش که توشه می داشتم، ای کاش که توشه زیادترک می گرفتم، ورنه از چاه به صحرا افتاد، در میان دولت عیشی کشاد. آقا این دنیا چی داره که غم بخوری؟ ایا چاه تنگ تاریک با یک صحرای وسیع پروردگار میغلطه. زین مقام ماتم ننگین مناخ، نقل افتادش به صحرای فراخ. و ارض الله واسع میگه خدای تعالی. آقا یک دنیای وسیع هست که یک نعمتای داره که جای غمخوری نیست. اما در دنیا که عملی کم کرده باشه میگه کاش که زیادترک میکرده. اونایی که معصیت آلود هستن به عذاب و غضب خدا گرفتار میشوند، دایم فقان گریهش همی است که ای کاش که عبادت میکردم که امروز از غضب خدا نجات میافتم، امروز وارد جنت میشم. حتی کسایی که خدای تعالی اونا را مستحق رحمت کرده است، داخل جنت کرده است، همونا را هم ندامت پشیمانی دارن. ان اهل الجنه لا یندمون علی دنیا الا علی ساعت مرت بهم فی الدنیا فلم یذکر الله تعالی فیه. اهل جنت میگه به هیچ چیزی دنیا ندامت ندارن، پشیمانی ندارن، مگر به همون ساعتی که در دنیا سپری کردند یاد خدا نکردن، ذکر خدا نکردن. نباشه که خونش بسوزه همی چیه. برای برادرای عزیز، جوانیم، پیریم، مردیم، زنیم، همیشه باید همین آماده و تیار باشیم. همین آدمی که نمازاش میخونه، آدم اهل مسجد است، آدمی که به آمدن ماه شریف رمضان خرسند میشوه، ماه خوب استقبال میکنه، به خدا قسم مردن هم براش آسانه. در همون لحظه های آخر حیات همین تسکین قلب شد که من خدا را شکر من توشه دارم، دستی خالی باد نرفته استم.
برای همین مرد مسلمان باید همیشه آماده باشه. اوخی از اجل کو گریخته نمیشید است. مأمون رشید فرزند هارون رشید، این شخص زیاده از 20 سال، حتی در روایت اومده است 23 سال پادشاهی کردگی است. این مردک در حق مسلمانان واقعا بعضی جورها را هم کرد. زمان محنت، همین محنت قرآنی دوره همین آدم بود. معتزلی شده بود، مسلمانان را مجبور میکرد که بگن که نعوذ بالله قرآن مخلوق است. همینطوری عقلگرا شده بود. اما ساعت اومد که مرگ اومد در شکفت. میگه در جا 6 تا بود، گفت لباسام بیاره. آوردنش 1000 لباس زیادتر از تمام نمود و تمام رنگ تمام شکل. میگه با دستش میگرفت همین تا لمس میکرده، آبی دیده قطعی میگفت ما اغنا عنی مالیا هلک عنی سلطانیا. این مال و ثروت جانی من نخرید، این نجاتم نداد. هلک عنی سلطانیا، دیگه سلطانی و پادشاهی و حکومت همه از دستم رفت. پدرش هارون رشید اینم مدت زیاده از 20 سال حکومت کرده است. هارون رشید زمان حکومتش زمانی اوج ترقیات تمدن بشری بود. یگان دولت دنیا را با دولت عباسی ها با خلافت اسلامی قیاس کرده نمیشید. در زمان هارون رشید حضرت همی شهری رای میآید بیمار میشود. در سیر 46 سالگی خیلی جوان بود، پادشاه حکومت به حد کلان دولت که اگر ابر در آسمان میدیده است میگفت از ای ابر بسیار کتگی نکن، به هر سرعت حرکت کنی باران تا در ملک من میبارونی، ای ملک من خارج شده نمیتونی. بیمار شد. وقتی که طبیبا همه در علاج کارش بیچاره شدن، چون با یقین فهمید مسلمان بداخل، گفت با همین زندگی قبر ما بکنه. قبرش کندم. شبانه گفت برای این کو یک لحد ما ببینم. بردنش امر کرد در داخل لحد رو وردنش. میگه آبای دیدش جاری شد. بعد دستا را برداشتم با التجا و با گردن کش دعا کرد پیش پروردگار. یا من لا یزال ملکه ارحم الی من قد زال ملکه. ای پروردگاری که ملک تو زوال نداره، ای خدایی که ملک تو جاودانی است. بر کسی که دعوای حکومت پادشاهی میکرده امروز ملکش زایل شد، ملکش زوال یافت، اگه خودت ترحم کن، غم جان من خودت بکش. سبحان الله. پس وقتی که میدونیم که آخی مرگ یقینی است، از چنگال اجل کسی گریز نداره، مگر بهتر و خوبتر اون است که تیار شویم، آماده شویم. آخی ما اگر آماده شویم دیگه غم اندوه نمیخوریم در آخرین ساعتهای حیات. میگه حضرت بلال در سکرات مرگ زنش میآید در پیشش، وا کربا وا مصیبت ها گفته گریه داره. میگه زنگی تری نگو، بگو وا تربا غدم القی احبه محمدن و حزبه. تو وا تربا بگو، وا شادی و خرسندی بگو، من پگه دوستام وا میخرم، محبام وا میخرم، محمد صلی الله علیه و سلم، صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم وا میخرم. الله اکبر. اگر نمیخیر تیار که باشیم مثل حضرت بلال آماده باشیم، با خدا قسم به یک خشی و خرسندی استقبال میکنیم. و این مادر هم الحمدلله مادر صالحه که فرزندای خوب صالح تربیت کرده است و کمال رسانده است. از زمره همون مادرای هست که انشالله خیال میکنم که به یک وقتی خوش الی رفیق الاعلا گفته جان به جان آفرین تسلیم کرده. پروردگار بزرگ رحمت مغفرت کنه مادر. خداوند به فرزنداش صبر جمیل عنایت و فردا روز قیامت این شهادت بیان کرده میتونه. واقعا مرگ مادر بسیار پرسوز و گداز است، بسیار وزین است برای فرزند، خاصتا اگر فرزندی با ناموس باشه، فرزندی با غیرت باشه. این مرگ مادر جگر انسان را پاره میکنه. تا به حال اینا مسافت شدگیم بعضا یگان حالت و وضعیت‌های پیش نظر ما میآید که مادر این خیال گفته بود، پدر این خیال گفته بود، آب دیده آدم جاری میشود. اگر قلب در سنگ هم که باشم میریزه. اما چی کنیم که تقدیر است و که نصیب است. این پدر مردن و مادر مردن میراث است.
گر به نعمت شریک قارونی، گر به قدرت عدیل سهرابی، گر به تمکین ابن عفانی، ور به نیروی ابن خطابی، ملک الموت رو به حیله و زور نتوانی که دست بر تو. خفتن از زیر خاک خواهد بود ای که در جام خواب سنجابی. اگر همین دنیا هم در زیر دستم که باشه زورت نمیرسه، از دستت کاری ساخته نیست. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. الله عزوجل میگه در هر جایی که باشه البته مرگ شما را در میوبه، البته شربت اجل میچشه، اگر چنده در قلعه های عثمان بوس هم که پناه ببری. حضرت مولوی قصه میکنه در مثنوی شریف، میگه رودمرد چاشتگاه در رسید، در سراعدل سلیمان در دوید، رویش از غم زرد هر دو لب کبود. پس سلیمان گفت ای خواجه چی بود؟ در عهد نبوت و در عهد پادشاهی سلیمان علیه السلام یک مرد خدا میگه سراسیمه شتابان نزد حضرت دوید آمد، رنگ روش کندگی لواش میپرند. حضرت سلیمان گفت چی در دوری، از چی ترسیدی؟ گفت عزراییل در من این چنین یک نظر انداخت پر از خشم کین. گفت یا نبی الله ملک الموت هوا خوردم. این مردم تازه که خیلی پاک تو، مردم پیشینه که خیلی پاک تازه بودن، بعضا ملک الموت هم میدیدن. اگه هر کس قبل از وفاتش میبینه انشالله میآید نزدش. اما در حالتی که مردم لقمه حلال داشتن، پاکیزه و تازه بودن، حالتهای اشیده است که حضرت عبدالله ابن عباس جبرئیل علیه السلام در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم مشاهده کرد. همراه پدرش آمده بودن، حضرت او قدر اعتنا نکرد. بعد پدرش گفت که بچم بیا بریم که این عمکت به چیکار بند است. وقتی خارج شدن گفت پدر جان همون مرد زیبایی که در نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایستاده بود کی بود؟ حضرت گپ شد گوش میکرد. عباس رضی الله تعالی عنه گفت هیچ که نبود، حضرت تنها بود و گفت یک مرد زیبا در پیشش ایستادگی بود. و میگه با قفا گشت اومد، گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان کس در پیشت بود؟ گفت یگان چی مشاهده کردی تو؟ گفت من نه، همین پسرم عبدالله دعوا دارد در پیش حضرت یک کس بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با دقت گوشش میکرد. حضرت میگه عبدالله را صدا کرد، سرکش دستمال کرد، در حقش دعا کرد اللهم علمه الحکمه و تعویل القرآن. خدایا با این پسرک حکمت و تعلیم و تعویل قرآن بآموزان. و به شرافت دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالله ابن عباس شاه مفسرای قرآن شده است. یعنی شخصیت های بودن که میدیدن اوخی ایرام همین ملک الموت دید است. گفت یا نبی الله همین ملک الموت دیدم، همین خیل به خشم غضب نگاهم کرد که موی تنم جورک تلخم کفید. گفت حین اکنون چی میخواهی؟ بخواه. او باید دستی من چی کار میخواهی؟ ای من چی میخواهی؟ او اجل مقدره، من سری رای ملک الموت گرفته نتونم. گفت حین از من چی میخواهی؟ بخواه. گفت فرما باد را ای جان پناه تا مرا زین سو به هندوستان برد، بو که بنده کان طرفش جان برد. گفت یا نبی الله خدای تعالی شمال در اختیار تو داده است، همین شمال امر که مرا همینجا دورتر بره، طرف هندوستان بره، شاید که نبینم فراموشم کنم. باد را فرمود تا او را شتاب، برد سوی قعر هندوستان براب. این حضرت مقام خدای تعالی شمال در اختیارش داده بود، گرفت باد واری در یک لحظه بیت المقدس به هندوستان برده. روز دیگر وقت دیوان و لقا، پس سلیمان گفت عزراییل را که بدان مؤمن به قهر از بحر آن بینگریدی تا شد آواره ز خان. روز دیگر حضرت عزراییل وقتی که سلیمان علیه السلام واخورد گفت او بیچاره را چی به قهر نگاه کردی؟ او ترسید این از خانمان از خانه و در ایزن فرزنده ای همه جدا شد هندوستان رفت. گفت من از قهر کی کردم نظر؟
از تعجب دیدمش در رهگذر. گفت به خدا قسم من او را به قهر نگاه نکردم. او کیه که من او را به قهر نگاه کنم؟ من او را دیدم تعجبم آمد که مرا فرمود حق که امروز هان جان او را تو به هندوستان ستان. تعجبم در این بود که فرمان پروردگار بود که همین روز جانش در هندوستان قبض کرد. از عجب گفتم گرو را 100 پر است، او به هندوستان شدن دور اندر است. حیران شدم که اوکی قنات هم که داشته باشه و پرم که بزنه در یک روز در هندوستان هم میرسه. این در بیت المقدس گشته است. چخیل من جان ای را قبض میکرده باشم و ببینه عجل چخیل دوام میبرد. با پای خودش دوید اومد که یا نبی الله شمال بفرده هندوستان بره. جان ملک الموت در هندوستان قبض کرد. از عجل کسی گریخته نمیتونه، اما مؤمنی واقعی کسی را میگن که آماده همین عجله و همین عجل همیشه تیاره. ساعت عجل که اومد انشالله با یک خشی و خرسندی و راحت و کلوارش در پشتوره شای ویش بیشوکش قطی شای الی رفیق الاعلا میگه شتابان میپره میره. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت میکند، حدیث در صحیح امام بخاری است. میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بار دست مبارکش در کتفم گذاشت، گفت یا عبدالله کن فی دنیا که انک غریب او عابر السبیل. یا عبدالله گفت بچم در دنیا همین خیلی زندگی که گویا تو یک مسافر هستی، یک مسافر هستی در کوارتیر یا در یک مهمانخانه زندگی داری. حمال یا ساعت دیگه ساعت پروازت میشود باید تیار باشی، باید چمدانات آماده باشه. یا مثل یک گذرنده ره زندگی که این همه ایستاده است منتظر است که کی ره خالی میشیده باشه به دوام بگذارم برم. میگه همه سخن فرزندش قاسم روایت بکنه که سخن میگه چنان به پدرم میگه تأثیر کرده بود که وقتی عبدالله ابن عمر بزرگ شد، مردکی کلان شده بود.